یو گایز، سلام، من آرسام هستم. به چنل خودتون خوش اومدین. امروز قرار داستان زندگی یکی از بزرگترین ورزشکارهای تاریخ یعنی نوواک جوکوویچ رو با هم مرور کنیم. کسی که از دل جنگ و سختی و فرق بلند شد و تبدیل به پرافتخارترین تنیسور تاریخ شد. فقط قبل اینکه شروع کنیم خوشحال میشم این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و همچنین ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدمون رو از دست ندید. نوواک جوکوویچ در 22 می سال 1987 در شهر بلگراد پایتخت صربستان به دنیا آمد. زمانی که او کودک بود، کشورش شرایط بسیار سختی را پشت سر می‌گذاشت. جنگ، بمباران و مشکلات اقتصادی زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده بود. شاید کمتر کسی تصور می‌کرد پسری که شب‌ها صدای انفجار می‌شنود، روزی به شماره یک جهان تبدیل شود. پدرش سرجان و مادرش دیانا یک رستوران کوچک و مرکز اسکی داشتند. خانواده ثروتمندی نبودند، اما تمام تلاششان را کردند تا استعداد پسرشان را شکوفا کنند. نوواک از 4 سالگی با تنیس آشنا شد. مربی معروف یلنا گنچیچ استعداد فوق‌العاده او را خیلی زود تشخیص داد و حتی گفته بود این بزرگترین استعدادی است که بعد از مونیکا سلش دیدم. اما مسیر موفقیت اصلاً آسان نبود. در سال 1999 زمانی که نوواک تنها 12 سال داشت، ناتو صربستان را بمباران کرد. او مجبور بود تمریناتش را بین صدای آژیر و انفجار ادامه دهد و بعضی شبها همراه خانواده در پناهگاه بخوابد. با وجود تمام این سختی‌ها او هیچ‌وقت از رویایش دست نکشید. در نوجوانی برای ادامه تمرینات به آلمان رفت و زیر نظر مربیان حرفه‌ای آموزش دید. سال 2003 جوکوویچ وارد دنیای حرفه‌ای تنیس شد. در چندین سال بعد کم کم همه متوجه شدند که ستاره جدید در حال ظهور است. در سال 2008 اولین گرند اسلم خود را در مسابقات آزاد استرالیا به دست آورد. این قهرمانی فقط یک جام نبود، اعلام حضور یک قهرمان جدید بود، اما در آن دوران رقابت بسیار سخت بود. دو اسطوره بزرگ یعنی راجر فدرر و رافائل نادال تقریبا همه جام‌ها را بین خود تقسیم کرده بودند. بسیاری فکر می‌کردند هیچ کس نمی‌تواند سلطه این دو را بشکند، اما جوکوویچ تسلیم نشد. سال 2011 یکی از بهترین فصل‌های تاریخ تنیس را رقم زد. او بیشتر مسابقاتش را برد. چندین گرند اسلم قهرمان شد و برای اولین بار به رتبه یک جهان رسید. یکی از ویژگی‌های خاص جوکوویچ قدرت ذهنی فوق‌العاده اوست. حتی وقتی از حریف عقب می‌افتد، آرامش خود را حفظ می‌کند و بارها مسابقات تقریباً باخته را به پیروزی تبدیل کرده است. او همچنین به آمادگی جسمانیش اهمیت زیادی می‌دهد. سالها پیش متوجه شد بدنش به گلوتن حساسیت دارد و رژیم غذایی‌اش را کاملاً تغییر داد. همین تغییر باعث شد انرژی و استقامتش بیشتر شود. در سالها بعد جوکوویچ تقریباً تمام رکوردهای مهم دنیای تنیس را یکی پس از دیگری شکست. بیشترین تعداد هفته حضور در رتبه یک جهان، قهرمانی تمام گرند اسلم‌ها، قهرمانی در مسترزهای مختلف و رکوردهای فراوان دیگر، همگی به نام او ثبت شدند. البته مسیر او همیشه هم بدون حاشیه نبود. سال 2022 به دلیل واکسن کرونا اجازه حضور در مسابقات آزاد استرالیا را پیدا نکرد و حتی از این کشور اخراج شد. این اتفاق یکی از جنجالی‌ترین اتفاقات تاریخ ورزش بود. اما جوکوویچ باز هم ناامید نشد و سال بعد برگشت و دوباره قهرمان شد. اتفاقی که نشان داد روحیه شکست ناپذیر او فقط یک شعار نیست. در المپیک پاریس 2024 او بالاخره مدال طلای انفرادی المپیک را هم به دست آورد. افتخاری که سالها منتظرش بود و با آن تقریبا تمام افتخارات ممکن در دنیای تنیس را کامل کرد. امروز نوواک جوکوویچ نه تنها به خاطر جام‌هایش بلکه به خاطر اراده، پشتکار و مبارزه با سختی‌ها شناخته می‌شود. داستان زندگی او ثابت می‌کند که مهم نیست از کجا شروع می‌کنی، مهم این است که چقدر برای رسیدن به هدفت تلاش می‌کنی. اگر پسری که دوران کودکیش را در میان جنگ و بمباران گذراند توانست به یکی از بزرگترین ورزشکارهای تاریخ تبدیل شود، این یعنی هیچ رویایی غیر ممکن نیست. ممنون که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. اگر این داستان لذت بردید حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و بنویسید که دوست دارید داستان زندگی کدام ورزشکار رو در ویدیوهای بعدی بشنوید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.